فیش حقوقی یکی از کارمندان یک بانکی در ایلام منتشر شده که هر کسی این فیش حقوقی رو دیده انگشت حیرت به دهان مونده. یه ستون داشته جدا برای وام ها، برای قسمت وام ها کلا یه ستون جدا داشته. مبلغ یکی از وام هاشون چقدر بوده فکر میکنی؟ 1.5 میلیارد تومان ناقابل. چقدر فکر میکنی شما باز پرداخت وامشون؟ چجوری بوده به نظرتون؟ چقدر بوده؟ مای 2 میلیون. 1.5 میلیارد مای 2 میلیون پس بده. باز پرداخت این وام 62 سال طول میکشه. 62 سال سن نیست، به اندازه سن آقای خسرویه. بیا چشم به هم میزنی پرداخت میشه. حقوق ماهیانه‌شون چقدر بوده این کارمند بانک؟ 92 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت میکنن و همچنین مجموعاً 12 وام کالا، وام جاله، نمیدونم مسکن، خودرو، هر وامی بوده ایشون دست رد نزده دیگه، کلا به هیچ وامی نگفتن، همه این واما رو گرفتن. بررسی بانک مرکزی هم نشون میده که برخی بانک‌ها بین 60 تا 90% تسهیلات کلان رو به اشخاص مرتبط، یعنی شرکت‌ها و مدیران وابسته به خود بانک اینها رو اختصاص میدن. بعد جوانای مردم که میخوان ازدواج بکنن همینجوری هزار نفر در صف وام ازدواج موندن، وام بهشون تعلق نمیگیره. بعد الان هم که گفتن وام اصلا نمیدیم به جوانهایی که میخوان ازدواج بکنن، ما این وام رو به صورت اعتباری میدیم برای اینکه برای کالای مثلا مصرفیشون رو، کالای خانگیشون رو بخرن.